نظرالله دوستوف سیاستمدار توجیک که در آغاز سالهای 90 در عهد پرزیدنت رامون نبیف نایب پرزیدنت انتخاب شده بود، در سن 82 در شهر توشکند پایتخت ازبکستان وفات کرده است. رادیوی آزادی روز 1 دکبر سال 2022 خبر داد که دوستوف بعد بیماری طولانی وفات کرد و او را هنوز در اول ماه نوامبر در شهر توشکند به خاک سپردند، ولی خبر مرگ او تازه دسترس شد. میرحسین نظریف رئیس پیشین حزب سوسیال تاجیکستان روز 1 دکبر با تصدیق خبر درگذشت نایب سابق پرزیدنت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت نظرالله دوستوف در اول ماه نوامبر از بیماری سرطان ففتید و هفته گذشته در توشکند معرکه یادبود او صورت گرفته است. نظریف گفت دوستوف تا آخر عمر عضو حزب سوسیالیست بود. این حزب را در وقتش همصف دوستوف در اولهای سالهای 90 سفرعلی کنجایف تأسیس داده است. نظرالله دوستوف سال 1940 به دنیا آمده در سالهای 80 به مقام رئیس افتباز رسیده بود. او سال 1989 وکیل شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و از جمله وکیلان فعال آن هیئت پارلمان به حساب می‌رفت. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1991 نظرالله دوستوف به حیث نامزد به نایب پرزیدنت در کماند رامون نبیف بود و با پیروزی نبیف در انتخابات به مقام نایب او رسید، اما در ماه مای سال 1992 تحت فشار طرفداران مخالفین در میدان شهیدان در مرکز دوشنبه خیمه زده بودند. دوستوف از مقام نایب پرزیدنت برکنار کرده شد. ماه دکبر سال 1992 با پیروزی فرانت خلقی دوستوف باز به حکومت برگشت و در حکومت یکم امامعلی رحمان به حیث وزیر نقلیات کار کرد. سال 1994 دوستوف از این مقام برکنار گردیده و چند سال دیگر در مقام معاون وزیر نقلیات کار کرد. ماه مای سال 1994 دوستوف که آن وقت معاون وزیر بود در نزد خانه‌اش هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفت. نظرالله دوستوف ماه اوگوست سال 1997 از آشوب مسلحانه پلکونیک محمود خدایبردیف به ضد حکومت امامعلی رحمان پشتیبانی کرد و بعد ناکام شدن آن شورش ترک تاجیکستان کرد و همراه با یاران دیگر خدایبردیف به ازبکستان پناه برد. ماه نوامبر سال 1998 نیروهای خدایبردیف دیگر باره از خاک ازبکستان به تاجیکستان حمله کردند و قسمت‌های از قلمرو ولایت سغد را برای چند روز اشغال کردند. مقامات تاجیکستان میگفتند که نظرالله دوستوف نیز همراه آشوبگران بود و یکی از فرماندهان عمده آنها بود. آن شورش نیز ناکام شد و خدایبردیف و دوستوف با باقی مانده نیروهایشان از نو به سمت ازبکستان فرار کردند. بعد آن شورش ناکام دوستوف دیگر از خود یگان درک نداد و درباره فعالیت‌هایش بعد سال 1998 دیگر یگان معلومات دسترس نیست. تنها بعد درگذشتش معلوم شد که او این هم سال همچنان در ازبکستان بوده است. درباره کجا شدن محمود خدایبردیف معلومات دقیق تا حال دسترس نیست، ولی باور می رود که او حالا هم در ازبکستان است.